AFG باند، جاوید امسی، شادمان. جلو آینه نشستیم باز قصه یک افغان، تو رویاهایی که غرق دل خوشیای مثل حل کار. فکر ایرم نداری چه بلایی می آید در سر افغانستان. اون ملتی که حتی رم ندارن به خودی یه ده طالب شدن و یه دم روسیا. ما هم فراری از مرزها منالیم از زندگی در اروپا. یکی پیدا نمیشه که بیاید مملکت ما را بسازه. خدایا چرا ما شدیم خانه خراب، در ایران ماندیم و بی‌حساب. هموطن بودیم با کیا، مسلمان بودیم به خدا. جاویدم و یک سرباز می نویست و می خوانم باز قصه یک افغان. زندگی از ماست، تو هم پاشو مثل من یک سرباز. خدا گفته بود فرخنده را آتش بزنی، نه درست نیست به مولا. گوش کو به گپای ما که دارم اعتراض از آدمای بد روسیا. این بار نوشتم قصه یک افغان. افغانی هستی برپا به کل دنیا، نشان بدیم افغانستان میسازیم بهترین دنیا. یکی پیدا نمیشه غمخوار دولت افغانستان. چقدر نوشتیم از قصه یک افغان، همه را نتونستیم بگیم در اینجا. حالی 30 سال شده آواره در این ملکای بیگانه از قصه یک افغان. چقدر ما بنویسم بکنمش خلاصه. افغان هستی برپا به کلی دنیا، نشان بدیم افغانستان میسازیم بهترین دنیا.